درود دوستان عزیز، امیدوارم که حال شما خوب باشد. امروز آمدیم که یک آهنگ در لهجه هزارگی با هوش مصنوی بسازیم. خب بیشتر از شما دوستا قطعا رفتین یک متنی را با هوش مصنوی دادین که برای شما در نهایت با لهجه فارسی ایرانی میخونه. خب چه کار کنیم که با لهجه هزارگی بخونه؟ دوستا برای از این کار شما یک نمونه از این آهنگ گوش کنین، باز برمیگردیم. عاشقی از مور رقابت داره، هرچی زورتو بشی جو جو مکنه. عاشقی از مور رقابت داره، هرچی زورتو بشی جو جو مکنه. دیدم از قلای بال نیوم بغل واز که سر ما خورده یوم بغل واز که مرا شیفتی نفس گیر اما یاری قدیمی کنایم. اگر خوش تو اماد لیگت من در لایک فالو کنین، اگر نماد بلایم دا پس شیم. خب دوستان، برای از این کار نیاز است که سه تا نکته را شما توجه کنین. یک، متن را اول در فارسی نوشته میکنین، باز متن تبدیل در خط اردو میکنین. دو، که اینجا ما نمونهش ماندم، مثلا اینجا اگه دقت کنین لیگت در لهجه هزارگی اگه ما دال میگذاشتم میشد لیگت، یا ت میگذاشتم میشد لیگت. پس اینی لهجه در زبان اردو یک چیزی هست به اسم ت که قشنگ همو لیگت منده، حالا قشنگ تلفظ شونه. باز در آخرش میبینین که هر یا مثلا یا را یک رقم کشیده چی میکنه، نوشته میکنه که او را اگر شما ایرا نوشته کنین همو دقیقاً لهجه هزارگی را چی میکنه، تلفظ میکنه قشنگ، و همچنان لهجه در هر لهجه‌ای که بخواین. و سومی دوستا دقت کنین که اینجا شما باید از زیر و زبر عربی استفاده کنین. مثلا از زبان عربی ما یک چیزی داریم به اسم زیر و زبر. حالا ما شیفت، کسایی که در مکتب یا خوندی خوندن خب معمولا اونا میدونن که زیر و زبر چیه. مثلا ما یک مثال میزنم اینجا، مثلا میگه یعنی ایش میشه ا یا او او. این اگر اضافه کنین در متن خود باز خیلی جایا به درد میخوره. مثلا همچنان ما شیفت را از کیبورد کامپیوتر شیفت نگه می‌داریم، مثلا حروف یو رو میزنی، یو رو بزنی میشه ا. اگه شیفت نگه داری حروف وای رو بزنی میشه ا. باز یعنی بزر با بزر ب، حالا اور چه رقمی شیفت نگه می‌داری تی رو میزنی، خب میشه با ب بو، همچین چیزی. حالا اینا رو باید در متن خود اضافه کنین بعضی جایا که نیاز است، مثل اینی گ، مثل اینی میم، اینو که ما گذاشتم منده. اگر اینو ور دارم چیکار کردم کلا، اگر اینو بزنم منده میشه، پس من اینو پاک میکنم ام میذارم یا اینو میذارم منده شنه. پس هم به همین شکل اینا رو توجه کنین. بریم که آهنگ بسازیم. خب میریم برای این کار در یوتیوب، مثلا عارف شاداب کدام آهنگ از این آهنگ. خب ما میرم این آهنگ را دیستی نوشته میکنم در گوگل ترنسلیت. میریم خب یک جایی که یک متن شما بتون بنویسین، حالا هر جایی که میتونین بنویسین. خب جمله اولی را که خواند همچین چیزی خواند، دیدم برچی استرچی مونی تو. دوستا بخشش باشد ما تایپینگ فارسی خوب نیست زیاد، به اون خاطر کم کند نوشته میکنم. دیدم برچی را ما برچی هستم، بس برچی استرچی مونی تو. خب جمله بعدی، تارای دل مرا سرچی مونی تو. خب دوستا همین رقمی متن دقیقاً از این نشین که پایین برایشون گفته چی چیزا را اشتباه نوشتمونی دیگه مونی. خب چون ما در لهجه هزارگی نوشتمونی می پیشنهاد میده که رو درست کنه، خود در لهجه فارسی درست کنه، چون ما زبان فارسی رو انتخاب کردیم. پس به او توجه نکنین، متن خود کامل نوشته کنین، چون ویدیو طولانی نشه. ما میرم همین قسمت را کلا نوشته میکنم، برمیگردیم. خب دوستان دیدی که من متن کامل اینجا نوشته کردم برای شما متن کامل دیستی. حالا در هر آهنگ را که میخواین متن همین رقم جمله به جمله چیزی که خواننده خوانده همین را نوشته میکنین. باز این که تکمیل شد این را کلا کپی میکنین، سلکت آل کپی میکنین. کپی کردم میبریم در چی میدیم در چت جی پی تی میدیم که چت جی پی تی برای شما این چیزی که من گفته بودم این جور کنین. خب دوستا در این پایین ببینین که من یک همچین چیزی دستور دادم در چت جی پی تی، متن بالا را با خط اردو بازنویسی کن
بدون ترجمه. خب شما هم همین را نوشته کنین در چت جی پی تی بدین که ایرا در خط اردو نوشته کنه، چون ما گفتم که شما باید از 3 زبان کمک بگیرین تا بتونن همون لهجه مورد نظر شما را هوش مصنوعی برایتان یک آهنگ بسازه به همون لهجه. پس خب ما اول کاری که میکنیم متن فارسی را در متن اردو تبدیل میکنیم. اینجا ما دستور دادم برای چت جی پی تی که امیر برای ما در خط اردو نوشته کنه بدون ترجمه. خب میریم ببینیم چت جی پی تی چیکار میکنه. خب میبینی که دوستا متن را دقیقاً همون چیزی که من خواستم نوشته کردم. میبینی اینا متن اردو است، یعنی در خط اردو نوشته شده، هیچ چیز تغییر نداده، فقط امورا در خط اردو نوشته کرده، یعنی خط اردو چه رقمیه. خب اینی را اگه شما در هوش مصنوعی بدین، هوش مصنوعی امیرا میخونه در زبان دمو لهجه‌ای که شما میخواین، مثلا لهجه هزارگی یا دری. خب بازم این کار داره، امیر رقمی که نمیشه، اینا باید برین یک کار دیگه هم کنین. خب اینا یک دستور دیگه میدیم، مینویسیم همین شعر را برای یک آهنگ کانتری و راک بساز. خب یک دستور دادیم که این متن برای یک موسیقی کانتری راک بسازه. دوستا کسایی که نمیدونن موزیک کانتری راک چیه، خب میبینی که قشنگ میره برای ما جمله بندی کرده، ساخته همه چیز را. میبینی دوستا برین در یوتیوب مثلا اینجا نوشته کنین که البته ما هیچ وقت همچین چیزی را نداشتیم در زبان هزارگی که مثلا کانتری راک بخونه. خب شما اگه بخواید که این سبک موسیقی رو بشنوین، باید برین چیکار کنین، مثلا در یوتیوب چک کنین که چی سبک موسیقی است. ما میزنیم کانتری میوزیک. پس یعنی دوستا به خاطر کپی رایت ما نمیتونیم ایرا پلی کنیم، شما خودتون باز برین اینا میرا گوش کنین که چی سبک میوزیک است، همون چیزی که ما برای شما در اول برنامه پخش کرده بودم دیگه، همچین سبکی را میتونین بسازین. خب ما هنوز با این متن کار داریم دوستا. این متن برای از اینکه دوباره ایرا بسازیم، خب دقیق چیکار میکنیم؟ مثلا ما یک خیلی کوچولو ایرا برای شما میرم، یه نمی قسمت از ایرا در یک جا ایرا کپی میکنیم دوستا، میریم پس در اینجا. خب این متن کلا پاک میکنیم، همون متن دوباره اینجا پست میکنیم. خب اینجا که بخواین ایرا قشنگ که دمو لهجه بخونه، باز اینجا چیکار میکنید؟ دیده ما برچی باید زیر زبر بدید دوستا برازی صبر کو. خب زیر زبر اینجا همچین چیزیه، میبینین ما دادم برچی استرچی مونی تو تارای دل مرا ما را اینی زیر پاک کنیم، مرا سرچی مونی تو مزه میرم باید بذاری مزه کده تو نانی عاشقی را. این عاشقی نوشته، البته ایرا یک اینزی که بیدی خود چمو عاشقی میخونه. پس اگه سرغو نخری، پس ایرا میزنیم نخری سلچی مونی تو همچین چیزی. مثلا حالا مگه دلو جیگر را بخی او مونی تو. خب دلو اینجا باید یک دانه او بلی، دلو جیگر را بخی او مونیتو. همچنین به همین شکل دوستان متن کامل این مدلی این شکلی نوشته کنین که برای شما قشنگ امور بخونه. خب ما میریم فعلا متن کامل نوشته کنیم، اون متنی را که از چت جی پی تی گرفتیم این را کامل میریم در چیز نوشته میکنیم، به همین شکل زیر زبر میدیم، باز برمیگردیم چون ویدیو طولانی نشه. خب دوستای عزیز، همین رقم که میبینین ما رفتم متن را کلا زیر زبر دزی اضافه کردم و اصلاحات را و یک سری چیزایی هم اضافه کردم دزی، مثل این از چیزا میبینید دلا بالای از آهنگ که کم آهنگای راک دیدی دیگه عاز یاد کنه یا او جیغ بزنه دیگه کنه، یعنی در این وسطا ما همچین چیزایی اضافه کردم. پس شما میتونین متن خورا کلا این اول چی گفتم بام شروع کو، حالا دیگه بعدا متوجه میشین همچین که در آهنگ گوش کردین اول همچین چیزی نوشتم که برا جور کرده. پس خب حالا ما ایرا کلا کپی میکنیم کامل. خب حالا چه کار میکنیم؟ میریم در هوش مصنوعی میدیم. هوش مصنوعی کدام سایت است بچا؟ چند تا سایت است، یکی در نام suno.com. البته دوستان دقت کنید که از این سایت ها زیاد هستند، دو تایش خیلی رایج است، یکیش به اسم suno.com، یکیش به اسم تون AI. پس ما او دیگر هم باز کنیم یک دقیقه. تون AI یکیش اینی میباشه، یکیش هم سونو. خب اینا تقریبا هر دویش یک کار انجام میده دوستا. شما اگر تنبل هستین، مثلا حوصله تکست نوشتن و چیزا رو ندارین، فقط میایین مثلا اینجا دو حالت داره سونو. یک حالت اینجا که شما شعر خود اینجا نوشته میکنین، مثال میزنم، میریم شعر را که ما نوشته کردیم، خب اینا کپی میکنیم از اینجا میاریم داخل سایت سونو. خب جای شعر در اینجاست، یعنی متن دستوری که من نوشته کردم این دستور از اینجا پاک میکنید، دستور اینجا نوشته میکنید. دوستا چی دستور دادم برای خب شعر ما که بالای کلا دستور دادم create a country rock song with a powerful vocal. خب گفتم یک آهنگ کانتری راک بساز
با صدا یا مثلا خوانندهش خیلی یک صدای قوی داشته باشه، مثل انرژی یک خواننده هست که خیلی خواننده معروف است که به می سبک زیاد آهنگای خوب میخونه به می سبک. پس گفتم که هم مثلا در صدای از خواننده مثل صدای از خواننده یک آهنگ بساز و در اخیر هم گفتیم که یک آهنگ پر جنب و جوش بسازه. پس این دستور ما در اینجا نوشته کردم دوستا، میری پایینتر اینجا یک تایتل بریزی، یک عنوان نوشته میکنی، عنوان سانگ رو مثلا ما میذارم لیگت منده، پس لیگت منده. خب این تایتل همین نام آهنگ ما و شما میتونه باشه. روی کریت اگه بزنم دوستا دیگه این تقریبا 10 تا کردیت میخوره. هر روز نمیفهمم که هر 24 ساعت چقدر کردیت میته برای شما این دوستا. فعلا از ما استفاده کردیم 60 تا کردیت مونده. هر دفعه که آهنگ بسازی فکر کنم که 10 تا 20 تا کردیت میخوره. دو نوع آهنگ برات میسازه. باز شما میتونین هر کدومش که بیشتر خوش کردین خودمون دانلود میکنین هر جایی که استفاده میکنین دوستا. خب این نمونه فقط روی کریت که بزنم دو تا میسازه اینجا که میبینین مثلا شبیه هم در یک نام. پس کسایی که تنبل دوستا میای اینجا فقط مثلا خب حوصله شعر و چیزا رو نداره که نوشته کنه، فقط اینجا یک دستور در زبان فارسی یا در هر زبانی که خودتون دوست دارین اینجا نوشته میکنین. مثلا من نوشته میکنم یک آهنگ برای سال نو بساز. خب این ما فقط اینقدر دستور نوشته میکنم. حالا مرتبط به هر چیزی که شما دستور میدین خودش شعر نوشته میکنه، خودش کلی کار انجام میده. خب روی کریت که بزنم دیگه شروع میکنه به ساختن به همین سادگی. دیگه هیچ لازم نیست که شما کدام شعر نوشته کنین، دیگه خودش انتخابی نوشته میکنه یک شعر رو برای شما. ولی دوستا دقت کنین شما از اینکه فارسی نوشته میکنین این در لهجه ایرانی میخونه، در فارسی ایرانی دیگه، یعنی در زبان حضرگی یا دری خوندن نمیتونه. باز این همو 10 کردیت میخوره. خب بالاخره میسازه برای شما. باز گوش کنین که چه رقم. این راه ساده شه. خب ما این کارو نمیکنیم فعلا، کار به این سایتش نداریم، میریم همین دستور کپی میکنیم مثلا میاریم در سایتی که ما کار داریم. من بیشتر با این حال میکنم. این هم دوستا هر روز شما را 150 کردیت میده، یعنی شما تقریبا به اون میتونین 10 تا 15 تا آهنگ بسازین. اگر دیدین که مثلا خب زیادتر شما نیاز دارین که بسازین، باید برین خریداری کنین. این از اینجا کلیک میکنین روی آپگرید، برین خریداری میکنین کردیت بیشتر و او زمان برای شما خیلی آپشنای بهتر میده و خیلی آسان‌تر، خیلی یعنی میتونین آهنگ خیلی پروفشنال تر بسازین. خب نسخه مجانیش اینه چیزا که در اختیار میمونه. خوبه، بد نیست. بعد اگر خواستین مجانی استفاده کنین خب برین یک اکانت دیگه میسازین با یک جیمیل دیگه که 150 کردیت دیگه اونجا دارین شما، یعنی دو تا اکانت دارین هر کدومش 150 کردیت. پس به نظر من خب خیلی زیاده. در 24 ساعت آدم قدر آهنگ نمیتونه بسازه. دوستا دقت کنین این دیگه از مثل suno.com اینجا آپشنای مختلف نداره که شما در یک جای شعر نوشته کنین، در یک جای دستور نوشته کنین، در یک جای تایتل، هیچ. فقط اینمی پنجره را داره. شما میایین مثلا عمو دستور اینجا نوشته میکنین، به محض که روی استارت ما کلیک کنم اونم رو خودش میسازه و خودش میکنه. خب ما کاری نداریم، این رقمی نمیخوایم بسازیم چون ما تکست نوشته کردیم. تکست میاریم از اینجا کپی میکنیم همراه دستور مسئولش اینجا میندازیم. تو خب ما این متن کامل نوشته کردیم در اینجا دوستا. ما یک متن دیگه هم در آخر نوشته کردم، یک دستور در زبان انگلیسی نوشته کردم که این رو به می اساس برای ما بخوان. مثلا آهنگ راک داریم، آهنگ هیپ هاپ داریم، آهنگ کلاسیک داریم، آهنگ رپ داریم. دوستا هر کدام از این آهنگا رو که شما میخواین باید دستور در این پایین نوشته کنین برای هوش مصنوعی که بر اساس از امو برایتون آهنگ بسازه. اگه دقت کرده باشین من در چت جی پی تی هم اینجا دستور دادم که برای چی نوع آهنگ این چی کن برای ما بساز. همین متن همین شعر را اینجا دیدی که من نوشته کردم همین شعر را برای یک آهنگ کانتری راک بساز. یک چیزی بین کانتری و موزیک شما در یوتیوب برای شما گفتم که گوش کنین چی رقم راک هم که راک دیگه یک چیزی مثلی همو این دو تا رو قاطی کنه که حالا ما اینجا اومدیم امو مثلا دستور برای از هوش مصنوعی هم میدیم که مثلا گفتیم create a country rock song with powerful vocals. پس اینجا ما برای از دستور دادیم که یک آهنگ کانتری راک، یعنی یک چیزی بین کانتری راک برای ما بساز with powerful vocal، یعنی با یک صدای خیلی قوی، حنجره قوی. مثلا مثل اینی خواننده ای هم بیشتر همین سبک چیزا رو میخونه، کانتری یا راک میخونه. خب یک خواننده معروفه برایش گفتم که مثل زیوری، یعنی مثل صدای زیوری بخوان. در آخر هم گفتم که مثلا آهنگ پر جنب و جوش باشد دیگه. خلاصه همین دیگه دوستا. بعد در آخر شما همه چیز تکمیل کردین میرین انتر بزنید. دقت کنین اگر اینجا هر انتر را شما در اینجا بیاین مثلا بگیم من یک انتر بزنم که چیزونه این دیگه ساخته میشه وقتی انتر بزنین، یعنی که شما روی استارت کلیک کردین. برای از اینکه مثلا یک لاین پوینتر گفته شما شیفت نگه می‌دارین، شیفت از کیبورد کامپیوتر یک انتر میزنین تا رقمی بشه. اگر غیر از این باشد شما شیفت نگه ندارین و انتر بزنین میبینین که شروع کرده ساختن، یعنی متن شما متونی مکاره ماندو دیگه این شروع کرده ساختن. اینجا دقت کنین. خب دوستا من ویدیو رو پاز میکنم که ببینیم تا این آهنگ کامل میسازه. اینجا معمولا شما سوالم شاید کنه که هوش مصنوعی آیا مثلا حالا ببینیم بهتر است. امیدوارم که زیاد طول نکشه، ولی خب معمولا بعض وقتا طول میکشه تا این فکر مونه تا اون برای از آهنگ سازی مونه دیگه بعض وقتا خیلی زود میسازه. حالا این دستوری رو که ما دادیم در روی از کار مونه دیگه، ببینه که چه چیزی میتونه بسازه با این. بعض وقتا دوستا اینجا میبینی که متن دوباره بازسازی میکنه براتون، مثل امزیوری همینطور شعر کلا در این پایین اینجا نوشته میکنه بعد از شما سوال میکنه که آیا دقیقاً کار در اونه پرامپت البته
از شما سوال مونه که متن آیا قبول داری که امیر رقم نوشته شده، شما میزنین کانفرم اگر زدین متن اول بررسی میکنین، کانفرم زدین دیگه شروع مونه به ساختن. ولی بعضی وقتا او چیزا رو لازم نداره مستقیم، یا 4 تا آپشن میده، بعضی وقتا 4 تا آپشن میگه با این کدام از این آپشنات تو موافقی که انجام بدی. بس ببین که همون متن درو برای من نوشته کرده است اینجا میبینی بازنویسی کردم اون شعر. خب این شعر که بازنویسی کرد از ما سوال میکنه که آیا امیر قبول داری همین چیزی که نوشته کرده دیگه؟ ما میگم بله، این در رقم خود جور کرد، من میزنم کانفرم که بزنی دوستا شروع مونه به ساختن. خب ما ویدیو رو البته برای شما یکم پاز میکنم که به خاطر که چی شونه رد میکنم، به خاطر که حجم ویدیو طولانی نشه، حوصله سربر نشه، باز از زمان که ساخته شد برمیگردیم. خب دوستا میبینین که آهنگ را ساخت، هنوز هم تکمیل نشده ولی خب ما میتونیم بازم بریم گوش کنیم یه خورده. دیدم برچی استرچی مونیتو تارای دل مره سورچی مونیتو. دوستا دقت کنین، برای خروجی باید بین روی سمارت ماستر بزنین، اینجا مستقیم از اینجا روی دانلود نزنین، روی دانلود نزنین، حواستون باشد باید قبل از اینکه باید روی ماسترینگ بزنین که آهنگ شما رو با کیفیت بالا. حالا گوش کنیم اینا چیه؟ اینی خوبه که مثل راک میمونه، حالا اینا ملایم‌تر، آهنگای مختلفه، پس اینی بیشتر مچ مونه با آهنگ ما میریم روی ازی میزنیم. خب دوستا میبینین که اینجا دو تا ورژن داره، ورژن اورجینال چیه، ورژنی که بعد از ماستر شما آهنگ چی کردین. معمولا اینی فایل دانلود کنین، این دانلود کنین، این خیلی بهتره. خب اورجینال هم میتونین گوش کنین و اگه خواستین اورجینال، ولی خب معمولا هر کسایی که حالا ما زیاد کار ما موزیک ساختن و چیزا نیه سر در نمیاریم، ولی خب بعد از تکمیل میوزیک اونا رو میبرن ماسترینگ میکنه، میکس ماستر میکنه که بعد از شما یک خروجی خوب بهتر با کیفیتی بهترتر بگیرین. پس این همون کاری اولیه رو خودش هوش مصنوعی انجام میده برای شما، نه اونقدر عمیق که به دلخواه باشد. اونایی که کارش موزیک و چیزا هستن اونا خب معمولا برنامه‌ای داره که دیستی کارا رو میکنه، ولی خب اینجا ما از هوش مصنوعی استفاده کردیم و خودش یک چیزی همچین چیزی برای ما آپشنی داره. پس این رو میزنیم روی دانلود. دوستا ما رو میزنم روی دانلود. خب این دانلود شد، فایل MP3 ما دانلود میشه، بعد از این میتونین این رو استفاده کنین. دوستا یک چیز را دقت کنین، لطفاً هر آهنگی را که شما میسازین، هر رقم که جور کردین، زیاد شیر نکنین در شبکه‌های اجتماعی یا در یوتیوب، یعنی یوتیوب را آشغالدانی جور نکنین. منظورم اینه که اشغال نکنین، ناقی یک آهنگای چرت و پرت جور کنین بندازین. سعی کنین آهنگی را که مورد علاقه تان باشه، آهنگی که واقعا دوست دارین، یعنی قابل شنیدن باشد، یک چیز خوب حداقل بذارین در یوتیوب که حداقل ترافیک جور نشه دیگه کل از آشغال. یعنی بعضی دوستا که یاد گرفت دیگه همین که ساخت میندازن، نه، آهنگایی را خودتون که لذت بردین ازش، واقعا گوش کردین که یک چیز خوب ساخته شده، یک 4 تا دیگه هم بشنوه و کیف کنه، او را لطفاً در یوتیوب در هر جای شیر میکنین که حداقل میندازین که بخاطر که یک نفر سرچ کنه، یک چیزی سرچ کنه، یک چیزی مفید که حداقل ارزش شنیدنش داشته باشه. خب من نمونه از این آهنگ را دوستا آخر از این ویدیو ما چی میکنم، اینا رو میبرم ادیت میکنم، نمونه از اینم در یوتیوب میذارم، شما گوش کنین لذت ببرین. من خودم که کیف میکنم. حالا من آهنگ زیاد ساختم دوستا، هیچ کدوم از من 1000 تا آهنگ ساختم با هوش مصنوعی، اما هیچ کدوم از اونها قدر در دل من نبوده که اونا رو من دقیقاً برم همونا رو برم در یوتیوب بذارم. پس من بیشتر آهنگایی رو سعی میکنم در یوتیوب بذارم که حداقل ارزش شنیدنش داشته باشه، یک دو نفر بشنوه واقعا اون را دوست داشته باشه. دوستا این آهنگ مخصوصا او تیکه آخرش بیشتر دوست دارم که خیلی امیت پر هیجان و پر جنب و جوش میخونه، خصوصا اگر دوستایی که تریپ رود داره، یعنی مسافرت طولانی با ماشین، این آهنگ خوراک از کسایه که یعنی با صدای بلند قشنگ در یک جاده دور دراز بنداز ماشینه، لذت ببر دیگه با صدای بلند. اگه شما واقعا اگر میخواین فقط گوش کنین، همین را امتحان کنین، در یک سفری رفتین رو بگذارین تو ماشین، خب با صدای بلند گوش کنین همین میوزیک را، خصوصا اون تیکه آخرشه من خیلی دوست دارم، خصوصا اون گیتاری که گیتار برقی میزنه. دوستا این سبک میوزیک کلا دیگه فکر نکنم در زبان هزارگی مثلا در لهجه هزارگی همچین سبک میوزیک ساخته شده باشد، خب ولی خب من لذت بردم از این چیزی که ساخت برای من. دوستا من در یوتیوب حتما این را میگذارم، شما گوش کنین و شما خواهش کردم که هر آشغالی را که هوش مصنوعی ساخت رو در یوتیوب نندازین، بخاطر که وقتی که خودتون لذت نمیبرین دیگه معمولا کسی دیگه هم لذت نمیبره. ناقی هم فضای یوتیوب را اشغال نکنین، پس آهنگایی رو بگذارین که واقعا خوبش جور میشه. اگر دیدین مثلا خب شما بازم در شعر آوردین یک چیزای جدید نوآوری کردین، مثلا ما میرم همین در دلم نیست یا بعضی جملات از این عوض میکنم، یا بعد شما میرین روی کلیک میکنین دوستا، میزنین روی ازی که زدین دوستا، اینجا شما میتونین باز تغییرات بیارین. میبینید هر چیزی که نوشته کنین تغییرات بیارین، مثلا در این پایین هر چیزی که خواستین در اینجا نوشته میکنین، تکست خود را کم و زیاد میکنین، غلطیای خود را میگیرین در اینجا، مشکل نداره که انتر بزنین نمیره جور کنین، انتر زدن میرین بدون شیفت، پس میرین اینا رو کلا جور میکنین دوستا. در این پایین هم که میتونین خب آلات موسیقی یا یگان دستوری دیگه دارین، مثلا من نوشته دوستا دقت کنین بین هر چیزی که اینجا نوشته میکنین یک همچین ویرگول میزنین که جدا شونه از قبلی، قاطی نشونه با او. مثلا من یک گیتار اینجا اضافه میکنم، بعد یک از این میزنم، مثلا فلوت اضافه میکنم از طولایی که چیه، باز اینی رو میزنم. اینا رو که بزنی باز اینا خود هوش مصنوعی میفهمه چیکار میکنی. خب من مثلا میگم که همین چی را حفظ کو، همین میوزیک را حفظ کو، همین آهنگ را حفظ کو، فقط در شعر ما یکم مثلا تغییرات آوردم که او رو برای ما اجرا کنه. خب ما میزنم keep the singer voice and
میوزیک، یعنی میوزیک رو تو دوست داری، شعر هم دوست داری، چون اگر این کارو نکنی، نوشته نکنی دوستا، هر دفعه که ریجنریتور بزنی که از نو بازسازی کنه، باز این برای شما امکان داره صدای خواننده رو چنج کنه یا موسیقی رو چنج کنه که شما دوست ندارین. اگر دوست دارین که چنج کنه، خب اینا رو نوشته نمیکنین. خب اینجا هم چیزای منفی رو نوشته میکنین، مثلا چیزی که دوست ندارین، مثلا من گیتار رو دوست ندارم، در اینجا نواختهشون خب میزنم گیتار، مثلا پیانو، هر چیزی رو که میخواین حذفشون از این میوزیک در اینجا نوشته میکنین. خب من نمیخوایم حذفشونه، دوباره روی جنریت میزنین، در همین صفحه دم بالای از یک دو تا دیگه میسازه مثلا همون چیزی رو که شما میخواین. خب من یک دفعه میزنم، مشکل نداره. خب ببین که دو تا دیگه برای من ساخت، یعنی با دو شکل مختلف. دوستا باز میرین او رو گوش میکنین که چی تغییراتی درش اومده نامده، اون تکست که شما در اینجا اضافه کردین کدام چیزی را ببین که در اینجا همون تغییرات آمده یا نه. اگر مورد پسندتون بود خوب، اگر نبود دوباره روی زمین میزنین دوباره تغییرات میارین درش. پس این هم از این دوستا، به همین راحتی دیگه. امیدوارم که لذت ببرین. دقت کنین که اگر خواستین در لهجه هزارگی بسازه، در لهجه دری بسازه، باید از 3 زبان کمک بگیرین: زبان فارسی، اردو و زیر و زبر عربی. این سه تا رو که با هم کنین برای شما یک همچین چیزی میسازه. خب دوستا همین بود کل پروسه آهنگسازی. ولی خب این خیلی چیزا داره، نسخه پولی داره که مثلا اگه شما بخرین نسخه پولیشه، من اینجا براتون نشان میدم. ما حالا 56 تا کردیت دارم، معمولا 150 تا کردیت میده هر 24 ساعت یک دفعه شما را. اگه شما خواستین بیشتر بخرین، میتونین برین بخرین اون قسمت را و میتونین روی انرژی کلیک کنین که ماهانه نمیفهم چقدر باید پرداخت کنین. هر 24 ساعت تقریبا چقدر کردیت میده برای شما؟ 150 تا کردیت میده دیلی، یعنی هر روز. یعنی نسخه مجانی. نسخه پولیش دوستا میبینی که خیلی کارا رو میتونی انجام بدین. اینجا نسخه مجانیش میبینی که فقط این چیزا رو میتونه برای شما. اینجا میبینین دیگه، هر چی پیسه زیادتر، پول بیشتر بدین، امکانات بیشتر و خیلی کارهایش را شاید راحت‌تر و با کیفیت‌تر انجام بده. خب این به خاطر آموزش بود دوستا دیگه. نسخه مجانی از سونام میتونین استفاده کنین، سونام خوبه، بد نیست. دوستای عزیز، من تمام مشخصات همین وبسایت و اینا رو در دیسکریپشن نوشته میکنم، میگذارم در پایین همین ویدیو. دوستا بتونین راحت ازش استفاده کنین، آدرس وبسایت هایی رو که ازش استفاده کردم دیگه، اینا همش مجانی بود. همچنان دوستایی که اگر راههای بهتر بلد هستین، باز در کامنت نوشته کنین که دوستا بتونن استفاده کنن. و همچنان اگر سوالی داشتین در کامنت نوشته کنین، تا حد ممکن تا جایی که من امکانش باشد میتونم برای شما راهنمایی کنم، کمک کنم دیگه، که از دانش هم دیگه استفاده کنیم. امیدوارم که لذت ببرین. و این آهنگ هم که با هم ساخته میرم، من در آخر می ویدیو ادیت میکنم، خلاصه در زیر لینک شما میمونم، گوش کنین، لذت ببرین دیگه. اگر انتقادی چیزی داشتین، نکات مهم را در نظر دارین، یا میتونین در کامنت خلاصه روی بس کنین، نوشته کنین نظرات خود دیگه. امیدوارم لذت ببرین دوستا دیگه. وقتتون خوش.